سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. آقا دیدید میرید مولتی پلی بدید، مثلا یکی رو میزنید و رو جنازش رد میشید، نیت میندازه، بعد با شما با همون نیت میمیرید، بعد میبینید چقدر فشاری میشی. یارو خیلی دیگه داری فوش میدی. آقا دوست داری خودت یه همچین کاری کنی؟ اگه دوست داری با من تا آخر ویدیو همراه باش. آقا تنها چارش اینه که بیای تو این قسمت، بیا اینجا قسمت پرک. یه وایسید من بهتون نشون بدم کامل. این قسمت رو این پرک قرمزه هم حتما باید باشه. رو این نباشه خراب میشه. میزنید رو این، بعد اینجا این عکس رو پیدا میکنید، بعد زده که اصلا گو تو استور. وقتی بازش نداشته باشید زده گو تو استور، یعنی باید برید تو فروشگاهش با 2003 اینو خریداری کنید و وقتی که خریدید بزنید و اوکیش کنید، تموم شد. یعنی فقط یه همین یه دونه. وقتی که میمیرید دیگه این و شما هم نیت میندازید و حریفتون فشاری میشه. هر چقدر شما فشاری شدی به حریفتون هم منتقل میشه. آقا این بود از آموزش ما. اگه دوست داشتید حتما لایک، ساب یادتون نره. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. بای بای.